این چیزی ها. خواستم چیزی که بچگی نداشتم خودم بسازمش. پیدا تو میکنم بی شرفا. سوسو وای من نمیترسم. این چیه؟ مسعود برو. مسعود دیگه نمیخوامه. مفرین کردن. چی شده؟ چی شده؟ دایی دختره. دایی دختره مفرین که پیداش میکنم. ای کلک داری خوب میشی یا اگه بذارن. آقا مهدی تو رو خدا خواهش میکنم التماست میکنم بچم گناهی نداره پسرم. ترسیدیم چی میگی؟ خانم تو رو خدا شما یه چیزی بگو. دخترم گناهی نداره پسرم جوونی کرده. چی میگی شما؟ تو رو خدا ببخشش التماست میکنم ببخش. اینا خانوادگی عادت دارن قضیهو بگن. اونا جوونی کرد پسرم. پسرم جوونی کرد دخترم گناهی نداره. تو رو خدا تو رو خدا خدایا جوان جون. اجازه هست؟ زهرا رو زهرا ماما امیر حسین اینجاست برای ما میکنی؟ این آیسته میدونستم اینجا پیدات میکنم. میدونم این دختر پیش تو این چیزا رو به تو یاد ندادم. این کارو نکن. سلام. خوبی؟ خسته نباشی سلامت باشی. چی شده مهدی؟ خسته. یکی چند وقت میخوام یه چیزی رو بهت بگم. تازگی هر وقت میای همش خسته ای به هیچی دیگه نمیرسی. شما تو آدم رو دارم میدم چه سوال میدونم اما خب ما هم نیاز داریم بیشتر کنارمون باشی. همش داری کار میکنی. من یه پیشنهادی دارم. ببین نگاه کن حامد همش پیگاری کرده بیه همش دیگه میکنه هر شدی احمق بازیش رو جمع کن بیا بفرستیمش سر کار هم یه حرفه یاد میگیره همش خیابون رو جمع شه. طلا مبادا تو چیزی بهش بگی یا غورش میشکنه. منم جواب بدم این کارو کردم. یه چیزی خب چون تو اینطوری میگی من اینطوری باشه همین بودی که الان همش کارگاری میکنی. غورش میشکنه. نه نمیشکنه عوضش اینطوری نمیای خونه. داری کجا میری؟ زود میام. من اصلا باش تو تو چیزی نکن. صدا چی دی؟ نکنه شنید.
ای بی شرف حرومزاده شرف؟ امیر حسین نگار کجاست؟ چی میگی امیر حسین؟ میگم نگار کجاست؟ الو مسعود چطوری؟ الو امیر خوبی؟ مرتضی رو بردار بیا پرم بیا ببین من با این بی‌ناموس کار دارم. چی شده؟ نه بابا باشه اوکی خداحافظ. میگه رد این پسره ادریسه رو زده بریم سراغش. برو باش برو. حتما مرسی خداحافظ. چیکار دارم میکنم مسعود؟ هیچی دارم بالا بلندی بازی میکنم. بریم برو. وای مسعود کجا میری؟ الان بهت میگم کجا میریم. بذار بریم اون برش خیابون. چی شده؟ واسه برو دنبالش. دنبال کی؟ برو دنبالش برو. با دوست دختر من بازی میکنی آره؟ به درد نخور. برو دنبالش. اینه دیگه. آره برو. برو آره همونه. آجا این مرتضی خبری نیست کدوم پوریه؟ ولش کن فعلا بریم دنبال اینی مهمتره. آره محسن برو. حواسش نپیچه. این آوا کلشون قرمه سبزی میده مارم دارم به درد سر میندازم. سوار ماشین کنم به قشنگ توضیح میدم. یا علی احسن یخته کمک کن. ماشالله چی سنگی شده. چی؟ الان بهت میگم. ببین دادا احسانی اینجا وا دیگه جای ما نی. الان قشنگ میریم پیشیننه هرچی هم خواستی برات میخرم. به هم میاد؟ بعدا میتونم شمارتون داشته باشم؟ برای چه کاری؟ شاید دوباره محافظ خواستم. نگاه کن. این گوشیتون